برای آموزش محور ضربه‌دری از پایان راتو آخر محور وایسا. خب ببینید اینجا برای که ما محور ضربه‌دری رو بزنیم کلا توی 45 درجه ها حرکت می‌کنیم. یعنی الان من یک جهش برمیگردم 45 درجه پشت، برمیگردم 45 درجه سمت چپ جلو. اول حرکت پا رو تمرین می‌کنیم. حرکت پا به این حالت میشه. ببینید یه بار دیگه پای چپ میاد روی پنجه، پای راست رو کفه و توی 45 درجه هستیم. دیدمونم رو به جلو. حرکت دست چطوری میشه؟ به این حالت یه پیچش میخوره و میاد به این حالت که پا قرار گرفت، دو تا دست هم یه عکس‌العمل به این حالت ما عکس‌العمل رو داریم که فاصله 1 متر بین دو دست فاصله است. پس بنابراین این حرکت رو با هم انجام میدم. بعد از این حرکت ما میایم یک عکس‌العمل اینجوری و پا رو میاریم راتو، یک دفاع اورانتو روی پای چپ انجام میدیم. پس یه بار دیگه اینجا کیا هم داره که من الان براتون انجام میدم. پس بنابراین 1 2 بعد از دفاع اورانتو، همونطور که حالا قبلا دفاع اورانتو رو بهتون گفتم، دفاع اورانتو دقیقاً روی پاس و یک زاویه 135 درجه داره. یک عکس‌العمل میگیریم روی همین پا. پس دفاع اورانتو اومد. یک عکس‌العمل میگیریم، یک دفاع دفماه یا دفاع 90 درجه روی پا انجام میدیم. الان همش ما توی زاویه 45 درجه سمت چپ هستیم. این جلوه و زاویه 45 درجه سمت چپ. پس بنابراین یه بار دیگه میرم. تو عکس‌العمل، یک دفاع. بعد یک دفاع هوتو داریم. اینو بهش میگن یک دفاع هوتو. ضربات هوتو داریم توی خط 2. این هم یک دفاع هوتو که توی مبارزه آنتوها ما این دفاع رو داریم و اونجا انجامش میدیم. یک کیوتو رو باهاش دفاع میکنیم. پس بنابراین دفاع 90 درجه رو که زدم، دفاع هوتو رو هم قشنگ میکشونم دستمو بالا و با این قسمت یک دفاع میکنم. پس بنابراین شد 1 2. بعد از دفاع هوتو من یک عکس‌العمل با دست چپم به پشت دست راست میزنم، عکس‌العمل میگیرم، یک التماس. پس یه بار دیگه تو. بعد از التماس یا یک سنس سرو رو که رفتیم توی 45 درجه حرکت بعدی میشه 1 2. یک کیوتو همزمان با کشیدن دست عقب یک کیوتو میزنم. کیوتو رو که زدم اینجا میام یک کم عقب‌تر که دکات باشم. پس بنابراین اینجا بود شد 1 2 3. کیوتو رو اینجا زدم، همینجا دقیقاً 180 درجه میچرخم به پشت، همزمان که پام میاد پایین یه دفعه آفما هم میگیرم. تنها جاییه که دفاع آفمامون همزمان با پایین اومدن پامون میشه. پس بنابراین یه دفعه همینجا میزنم تو. بعد از دفاع آفمان 1 2 تا مطلب توی همین 45 درجه میزنید. یک بار هم از این مسیر براتون میزنم که کامل دستتون بیاد. خیلی از اینجا تو. یا بعد از این حرکتی که زدم اومدیم چی؟ اومدیم الان راتو اول محور تموم شد. راتو 2 3 و 4
دقیقا مثل راتو اوله، با این تفاوت که جهت‌هاش فرق می‌کنه. یعنی ما یه دونه‌اش یاد گرفتیم، موقعش رو به راحتی میتونیم انجام بدیم. پس الان کجا قرار گرفتیم؟ من روبرو بودم، اومدم حالا تو اینو زدم توی این 45 درجه، اومدم دقیقاً 180 چرخیدم آفما، 1 2 این میشه راتو اول. برای راتو دوم خیلی ساده، از همین مسیری که ایستاده بودم و آفما رو زدم تو 45 درجه، حالا دست چپ هم میشن که پای راستم میاد جلو به این حالت، یعنی دقیقاً اینجوری جلو قرار میگیره. پس بنابراین شد 1 پا اول پا، پس چی شد؟ 1 اینجا آفما گرفتیم، 1 2 میاد 1 و عکس العمل توی همون مسیر اورانتو رو می‌بینیم. توی همین مسیر هم ما میتونیم تکنیک ضربه دری و محور دوش رو بزنیم. خب از آفما 1 2 عکس العمل 1 2 3 دفاع دفما یا 90 درجه، دفاع تو 1 تمتو و سنس 0. این هم میشه راتو دوم.